اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جان و دلم فدای جمال محمد است، خاکم نثار کوچه آل محمد است. دیدم به عین قلب و شنیدم به گوش هوش، در هر مکان ندای جلال محمد است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه مجد بهار در خدمت شما هستیم. هدف از این برنامه این است که بتونیم انسان را با خدا آشتی بدهیم. می‌خواهیم این فاصله که بین ارتباط انسان و خدا ایجاد شده، این فاصله را از بین برده انسان را دوباره به خدا وصل بکنیم و انسان پس از چشیدن لذت از این ارتباط با خدا او را عاشقانه و از روی بصیرت بپرسته. اگر انسان به خدا برسه، گویا انسان به گنجی میرسه که او را از هر گنجی دیگر بی نیاز میکنه. اگر انسان به خدا برسه، او چنان به بهشتی میرسه که او را همیشه در آسایش و آرامش قرار میده. اگر انسان به خدا برسه، به لعل و یاقوتی میرسه که او را زیباترین موجود میسازه. بنابراین هدف اصلی این برنامه ما اینه که بتونیم خدا رو معرفی بکنیم. خدایی که امروز هم با بندگانش هم کلام میشه، امروز هم دعاهای بندگانش رو مستجاب میکنه، امروز هم مشکلات بندگان خودش رو رفع میکنه. ولی برای دیدن این خدا نیاز است که انسان هم رفتار فوق‌العاده‌ای نسبت به خدا داشته باشه. اگر انسان رفتار عادی نسبت به خدا رو پیش میگیره، دیگه توقع داشتن این که خدا براش کارهای فوق‌العاده انجام بده منطقی نیست. به هر حال این هدف اصلی برنامه ما هست و در این ارتباط موضوع برنامه امروز ما اینه که آیا دین باعث نزاع و جنگ هست؟ چند وقت پیش یکی به من ایمیل زد که در واقع که اتفاقا استاد دانشگاه بود. به من گفت که تو که حامی دین هستی و از دین داری حمایت میکنی، ما که از دین خیری ندیدیم و متاسفانه بیشترین کشت و کشتار که ما در جهان میبینیم باعث آن دین هست و به جای این که ما دین رو در پیش بگیریم، بدون دین آدم راحت تره. حداقل انسان بر مبنای دین با کسی نفرت نمیکنه. مخصوصا اگر به اروپا نگاه بکنیم، اونا بیشتر مردم خدا ناباورن، ولی حداقل با همدیگر بر مبنای دین با یکدیگر نفرت نمیکنن. به هر حال این موضوع برنامه ما هست. امروز راجع به این صحبت خواهیم کرد. لطفاً بیننده برنامه ما باشید. ما افتخار داریم که در استودیو آقای محمود احمدعلی حضور دارند و دو مهمان از طریق اسکایپ همراه ما هستند، جناب آقای احمد و جناب آقای عرفان، و ما انشالله از صحبتاشون استفاده میکنیم. برنامه رو از آقای محمود احمدعلی آغاز میکنیم. لطفاً شما بفرمایید که آیا واقعا دین باعث این جنگ و نزاع است؟ خیلی ممنون آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام بینندگان و شنوندگان گرامی، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر جا که باشید در پناه حق باشید. جناب آقای دکتر، اعتقاد به خدا به طور طبیعی احساسات عشق و برادری متقابل را ایجاد می کند. ایمان به خدا همه تعصبات ملی را، یعنی همه تعصبات ملی و نژادی را از بین میبرد و یک برادری جهانی را ایجاد می کند و بدون ایمان به خدا برادری جهانی هرگز امکان پذیر نیست. پس چگونه ایمان به خدا می تواند منجر به نزاع و تنگ نظری می شود؟
نزاع و تنگ نظری اصلا هیچ ارتباطی با مفهوم خدا ندارد. منطقاً غیر قابل قبول است که مفهوم خدا نه خدای ملی و نژادی بلکه خالق و ارباب کل بشریت در قالب تنگ نظری، تعصبات ملی، نزاع و شکاف فرقی تجلی یابد. هیچ انسان عاقلی نمیتواند رابطه علت و معلولی بین این دو پیدا کند. بنابراین اگر ادیان منجر به بی‌نظمی، تنگ نظری و تعصب ملی می شود، باید علت آن را در جای دیگری جستجو کنیم و به جای این که به ناحق آن را به دین نسبت دهیم، باید علت آن را در جای دیگری تلاش کنیم. متاسفانه کسانی که این انتقاد را می کنند جلویشان ادیانی است که از اصل آنها جز نام هیچ چیزی باقی نمونده. این ایراد مختص عصر حاضر است و متاسفانه پیروان همه ادیان از اصل دین خود دور هستند. هیچ دینی به چشم نمیخورد که پیروانش واقعا به آن پایبند باشند، بلکه صورت ادیان در نتیجه دستبرد انسانها بسیار مخدوش شده است و در نتیجه آن به افراد خدا ناباور فرصتی به دست آمد تا علیه ادیان اعتراض کنند. اما واقعیت امر این است بزرگترین عامل برای برقراری صلح جهانی و روشن فکری ذهنی دین، بزرگترین عامل برای برقراری صلح جهانی و روشن فکری ذهنی دین است و هرگاه مردم به اصل دین پایبند بودند، افکار مبتنی بر جنگ و جدال و فتنه و فساد شروع به کاهش کرد و دوراندیشی و متانت و بردباری بیشتر شد. تاریخ هر دینی را که بخواهید مطالعه کنید و آن زمانش را بررسی کنید که در آن پیروان آن دین به اصل آن پایبند بودند، آنگاه ببینید که مردم آن دوره چقدر بزرگوار، گشاده نظر و دلسوز بشریت و جویه صلح و آشتی بودند. سپس پیروان آن زمان را هم ببینید که از دین اصلی خود دور شدند و فقط به طور اسمی و رسمی به آن دین منسوب می شدند. در آنها گرایش به تنگ نظری، عدم صلابت و بردباری، تعصب بی جای ملی، تندخویی بر سر اختلافات کوچکی و صلح شکنی مشاهده می کنید. من این ادعا را بدون هیچ شک و تردید می کنم و راجع به هر دین و ملت می کنم و مطمئنم که هر کسی که در این مورد صادقانه در تاریخ تحقیق کند به همین نتیجه خواهد رسید که ذکر کرده ام. به فضل الهی من مسلمان هستم و از این که خود را در زمره کوچکترین خادمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شمارم. افتخار می کنم و این همی نمیتوانم این اعتراف تعصب بار را نکنم که این روزها مسلمانان نیز مانند ملت های دیگر گرفتار بیماری خطرناک و مصیبت باری هستند که به آن تنگ نظری میگویند. تعصبات ناروایی ملی بر احساسات متعالی و والای انسانیت غلبه کرده است و نزاع و تمایل به نقض صلح بر سر اختلافات جزئی در ماهیت آنها نفوذ کرده است. ولی آیا اسلام در این امر مقصر است؟ هرگز. این چیزها در زمانی که مسلمانان به تعالیم واقعی اسلام عمل می کردند و روح اسلامی در آنها زنده وجود نداشت، بلکه آن زمان آنها ملتی روشن فکر و بردبار و خیرخواه و دلسوز بشریت بودند و برای دیگران
فداکاری می‌کردند و با پرتوهای نور جهانی خود تمام جهان را منور کرده بودند. اما امروزه خرابه این امارت باشکوه است و ما متاسفانه در واقع همینطور است که دین موقعی باعث ایجاد نزاع و اختلاف میشه که پیروان اون دین از اصلشون فاصله میگیرن و مطابق با هوس‌های خودشون، مطابق با استنباطهای خودشون عمل میکنن و موجب درگیری و نزاع میشن که متاسفانه این چیزها رو ما امروز در مسلمان هم میبینیم و حضرت امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام این شرایط رو این گونه در شعر میفهمن، میگن که میسزد گر خون ببارد دیده هر اهل دین بر پریشان حالی اسلام و قحط المسلمین. متاسفانه الان میریم پیش برادر ما که آقای احمد که از طریق اسکایپ با ما هستن. از ایشون میخوایم بپرسیم که واقعا شما در این زمینه اگر از ادیان دیگه هم میخواهید شاهد مثال بیارید لطف میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ادب و احترام دارم خدمت تک تک بینندگان و شنوندگان این برنامه و همچنین بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. آقای دکتر، امری رو که در مورد سایر ادیان فرمودید کاملا درسته. مثلا اگه بخوایم بیایم ما تاریخ مسیحیان اولیه رو ببینیم، میبینیم که الگوی بسیار خوبی برای از خودگذشتگی و همدردی با نوع بشر بودن و میبینیم که واقعا دنبال صلح و آشتی بودن. اما با گذشت زمان هنگامی که مسیحیان از تعالیم و روح واقعی مسیحیت دور میشن، میبینیم که در بی‌عدالتی و ظلم و حتی تعصبات مذهبی از همه پیشی میگیرن و این ادعای ما رو هم تاریخ اصلاحات پروتستانی ثابت میکنه. این در حالیه که قتل و غارتی که پیروان حضرت مسیح علیه السلام در دوران اصلاحاتشون به نمایش می‌گذارن به نوعی در احوال هیچ ملتی دیگه دیده نمیشه. و همچنین اگه بخوایم بیایم ما تاریخ هندوها و یا سیکها و یا ادیان دیگر رو ببینیم، کمابیش همین نمونه رو برامون آشکار میکنه و شاید در میان هندوها و سیکها این مسئله هم وحشتناکتر به چشم بخوره. جناب آقای دکتر، همه این مثال ها ثابت میکنه، امیدوارم که بینندگان عزیز به این نکته توجه کنه، همه این مثال ها ثابت میکنه که در حقیقت دین مقصر نیست، بلکه کسانی مقصرن که اصل دینشونو از دست دادن، یا بهتره بگیم که اصل دینشونو رها کردن. و متاسفانه امروزه ما میبینیم و از همه هم پنهان نیست، میبینیم که همه ملت‌های جهان روح دینشونو از دست دادن و همین باعث میشه که منتقدان این فرصت رو پیدا کنن تا دین رو مورد سرزنش قرار بدن و بگن که دین عامل جنگ و فساد و نزاع شده. برای همین زمانی که مردم از اصل و روح واقعی دین دور میشن، خداوند متعال از روی لطف و کرمش یه فرستاده رو میفرسته تا مردم رو به اصل دین برگردونه و خداوند متعال با استفاده از صفت رحمانیتش در عصر حاضر یکی از بندگان صالح خودش رو میفرسته و اون شخصی به نام حضرت میرزا غلام احمد از قادیان که خداوند متعال اون رو با عنوان مسیح موعود و مهدی موعود برای هدایت بشر مبعوث میکنه تا بتونه به اتهامات وارد شده به دین پاسخ بده و همچنین تأثیر منفی اعمال ناشایستی که پیروان دین به نمایش میگذاشتن رو خنثی کنه. خداوند متعال این فرستاده رو میفرسته تا ما دوباره مولا و پروردگار حقیقیمون رو بشناسیم و دوباره روح همبستگی و برادری بین ما ایجاد بشه. اما متاسفانه همانطور که معمول و عادت این مردم هست، اونا با این فرستاده الهی
و پیروان این فرستاده الهی با جهل رفتار میکنن و میبینیم که چندین احمدی بیگناه رو تنها به این دلیل که احمدی بودن رو با بیرحمی میکشن. و مصیبت بزرگتر اینه که این مسلمانان احمدی به دست مسلمانان غیر احمدی کشته میشن و همین باعث میشه که منتقدان این فرصت رو پیدا کنن تا علیه اسلام احتراز کنن و بگن که اسلام خشونت و زورگویی و تعصب رو ترویج میکنه. یعنی واقعا شاعر چه درست گفته، میگه که من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. خلاصه کلامم اینه که تصور این که دین عامل جنگ و جداله ناشی از شرایطیه که در حال حاضر حاکمه، وگرنه مطالعه تاریخ جهان کاملا روشن و ثابت میکنه که وقتی مردم به روح و اصل واقعی دین پایبند باشن بیش از دیگران وسعت اندیش و روشنبین و حتی از خودگذشتگی و بردباری بهشون دست پیدا میکنه. فارغ از این، اگه بخوایم بیایم ما ادیان رو فقط به لحاظ تعالیم ببینیم، میبینیم که هیچ دینی وجود نداره که اصولاً صلح و آشتی رو آموزش نده. پس نتیجه میگیریم که تنگ نظری و فتنه و فساد ممکنه ناشی از فراموشی تعالیم دین باشه. بله، آرزوی موفقیت میکنم برای آقای بینندگان احمد، عزیز و واقعا همینجا سخنانم رو به پایان میرسونم. السلام علیکم و رحمت الله. دستتون در نکنه، خیلی زیبا فرمودید. و واقعا وقتی دین باعث ایجاد نزاع و تنگ نظری میشه که پیروانش از اصلش فاصله میگیرن. اتفاقا شما مثال زدید از احمدیه الان شعارش اینه که عشق به همه و نفرت از هیچ کس. احمدیه ها هر نوع رنج و مصیبت را تحمل میکنن، ولی در عکس العمل هیچ جا ناامنی ایجاد نمیکنن. این وقتی پیامبری یا فرستاده الهی میاد، اون به پیروانش توصیه میکنه که اونها به خاطر دیگران حتی از حق خودشون هم بگذرن و برای اینکه اونها بتونن یه الگو باشن باید همیشه یه نمونه عالی رو از خود نشون بدن. و اتفاقا ما این چیز رو الان در احمدیه به چشم خودمون داریم میبینیم. الان از برادر ما آقای عرفان میخوام بپرسم که شما در این زمینه اگر میخواید مطالب رو اضافه بکنید خوشحال میشیم بشنویم. الله الرحمن الرحیم. بنده نیز به نوبه خود به شما و به تمامی بینندگان عزیز و به مهمون عزیزتون آقای محمود طلحه سلام و ادب عرض می کنم. ببینید جناب آقای دکتر، اگه به دقت تأمل بشه منطقاً هم غیر ممکنه که فردی که حقیقت و هدف دین رو درک میکنه مرتکب تنگ نظری و فتنه و فساد بشه. مفهوم دین مثل یک کشور یا ملتی نیست که به مرزهای جغرافیایی یا ملتی محدود باشه و نتوان اون رو گسترش داد، بلکه برعکس، دین نام اون آموزه ها و مفاهیم و آیین‌نامه های رفتاریه که مربوط به تعهدات نسبت به حق خدا و حق بندگانه. کسی که دین رو به عنوان یک حقیقت میپذیره، وی تلاش میکنه که اون رو به دیگران نیز برسونه. پس دین مثل ساختمانیه که درهاش به روی همه، اعم از هر ملت و کشور باز هست، بلکه هر انسان متدینی دیگران رو به این بنا هم دعوت میکنه. پس هر کس که واقعا میخواد هدف دین رو برآورده کنه هرگز نمیتونه تنگ نظری یا نزاع کنه، بلکه برعکس با اخلاق عالی و موعظه مسالمت آمیز تمام تلاش خودشو میکنه تا دیگران رو به اعتقاد خودش جلب کنه و از هر چیزی که مانعی برای پذیرش دین بشه اجتناب میکنه. بنابراین محاله که انسان پس از درک اصل و هدف دین مرتکب عدم مدارا و فتنه و فساد بشه. حالا
پاسخ دیگه به این اعتراض اونه که اگه گاهی دین به درگیری و جنگ می انجامه، آیا عوامل دیگر نیز باعث نزاع نمیشن؟ تو دنیا بسیاری از امور موجب درگیری و جنگ بین افراد و ملت ها میشن. پس آیا به این دلیل باید همه اونا رو ترک کنیم؟ ده‌ها عامل مثل اختلافات ملی، سیاسی، منافع ملی، مسائل تجاری و اقتصادی و غیره وجود دارن که منجر به درگیری و جنگ بین ملت‌های جهان میشن. به همین ترتیب بدون شک صدها موضوع موجب اختلاف بین افراد میشه. آیا همه اینا رو صرفاً به این دلیل ترک کنیم که گاهی منجر به برهم زدن آرامش میشن؟ اگه چنین بشه پس همه باید همه چیز رو در زندگی رها کنیم و گوشه نشین بشیم تا از تعامل با دیگران اجتناب کنیم و احتمال درگیری و اختلاف اصلا هم به وجود نیاد. دکتر، به تاریخ جهان اصلا نگاه کنیم، بیشتر جنگایی که اتفاق افتاد مسلماً در اونها اختلافات مذهبی نبود که اونا ناشی از اختلافات ملی یا سیاسی، منافع ملی، اقتصادی و تجاری و غیره در برخی مواقع به دلیل عوامل دیگه هم به وقوع می‌پیوستند. توی دوتا جنگ جهانی گذشته مطلقاً یعنی مطمئنم هیچ عامل مذهبی دخیل نبود. همه خونریزی‌ها که تو وسعت و ویرانی‌هاش تو تاریخ کل جهان بی‌نظیره فقط به انگیزهای سیاسی انجام شد. پس با این حساب سیاست رو هم رها کنید و چون گاهی به جنگ منجر میشه، این غیر ممکنه. و جایی بود من یادم آقای دکتر یه کتابی بود به اسم تاریخ جهان، ایشون میگفت که تمامی جنگ ها یعنی بیشترشون سیاسی هن. یعنی سیاست خراب میکنه، اقتصاد سبب عمران میشه، یعنی بیشترش سیاسیه عمدتاً. حالا هیچ ارتباط خاصی بین دین و عدم تحمل جنگ یا نزاع وجود نداره، بلکه مثل علل دیگه نقض صلح دین هم گاهی موجب اختلاف میشه، ولی در مقایسه با علل دیگه بسیار کم باعث اختلاف میشه و فتنه در شرایطی موجب فتنه و فساد میشه که مردم تعالیم واقع دین خودشونو فراموش کرده باشن. چنان که مثلا تو زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یهودیان و بتپرستان جنگ تجاوزکارانه و بی‌عدالتی رو علیه مسلمانای بیگناه به راه انداختن، چون که اونا تعالیم واقعی دین خودشون رو درک نکردن. سپس مسلمانان مجبور شدن در دفاع از خود و در جهت برقراری امنیت واکنش نشون بدن و اون به وضعیت جنگی منجر شد که باعث و بانی آن به طور کامل بتپرستان و یهودیان بودند که حقیقت و هدف دین رو اصلاً درک نمی‌کردند. مسلمانان هم فقط برای برقراری صلح وارد این جنگ شدند. خلاصه این کاملاً پوچ و بی‌معنیه که فکر کنیم دین باعث جنگ و نزاع میشه، بلکه حق اینه که دین تنها نیرویی هست که میتونه به طور مؤثر به نزاع و فتنه و فساد پایان بده و این سرپیچی از جوهر دینه که باعث نقض صلح و درگیری میشه. حتی اگه به عنوان یک احتمال دور بپذیریم که اختلافات مذهبی منجر به جنگ و نزاع میشن، مخالفان حق ندارن بر این مبنا کلاً از دین روی برگردونن، چون که قبلا گفتم تو دنیا چیزای بسیار دیگری نیز وجود دارن که منجر به نقض صلح و نزاع می شدن، ولی هیچ فرد این گونه نیست که به این دلیل اونا رو رها کنه. واقعیت امر اینه که آقای عرفان، چون ما وقت برنامه ما داره به پایان خودش نزدیک میشه، ما فکر کنم که دیگه شما به جواب خیلی مفصل صحبت کردین در راجع به اینکه دین باعث نزاع و درگیری میشه یا نه. و به هر حال من از بیننده های برنامه ما تشکر میکنم و هم از مهمانان گرامی که وقت گذاشتن به برنامه تشریف آوردن و از صحبتاشون به خوبی ما استفاده کردیم. از بینندگان عزیز خواهش میکنم که اگر راجع به برنامه نظر و انتقاد، حتی هر نظر منفی هم داشته باشن، برای ما ارسال بکنن.
ایمیل، آدرس ایمیل ما روی صفحه نشون داده میشه. لطفاً با ما تماس بگیرید و هر نظری، هر انتقادی اگر داشته باشید ما با دل باز اونو میپذیریم انشاءالله و سعی میکنیم در برنامه بعدی اونها رو رعایت بکنیم. شما رو به خدای بزرگ بیسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح نیز بشنو از زمین